یکی از صحبت هایی که ما همیشه در هر کجا، چی از طریق مطبوعات، چی در نشست های شخصی و در هر کجا که ما هستیم، از همدیگه میشنویم که گفته میشه که یکی از علل و عاملی که در افغانستان این همه بدبختی وجود داره و یا جنگ و ویرانی که صورت گرفته، دلیلش بیسوادی مردم است. چون مردم بیسواد است، این همه بدبختی هم دلیل اصلیش همو است. اما یک گپی هست که باید از خود صادقانه بپرسیم هر کدام ما، ایره که آیا حامل اصلی کسانی بوده که بی سواد بودن و یا در طول 40 سال گذشته کسانی که کشور و این مردم به این بدبختی رسانده، تمامشان کسانی بوده که از سواد کافی، خب سواد کافی هم یک بحث پیچیده هست، حداقل کسانی بوده که درس خوانده بودن، دانشگاهی بودن. تمام کسایی که در طول 40 سال گذشته در راس قدرت بودن و عذاب مختلف، رهبرایش، کادرهایش کسانی بودن که اونا با سواد بودن، سواد کافی داشتن. بنابراین واقعیت ها هی هست که بیسوادی مردم عامل اصلی ویرانی ها و بدبختی های کشور ما نبودن، بلکه عامل اصلی بدبختی دقیقاً کسانی بوده که سواد داشتن، درس خوانده بودن، دانشگاهی بودن. اما مشکلی که ما کمتر روی از او توجه میکنیم و باید روی از او توجه کنیم و نکته اساسی هی هست که سواد با سواد بودن و بی سواد بودن بحث اساسی نیست. بحث اساسی هی هست که بینش ما، نگرش ما، دیدگاه ما در مورد خود ما و در مورد سایر انسانها در جامعه چیست. آیا ما انسان به عنوان اصل و هدف میپذیریم یا انسانها را ما وسیله قرار میدیم تا به اهداف خود برسیم؟ متاسفانه در 40 سال گذشته کسانی که در قدرت بودن یک چند کتاب خواندن و خود به عنوان سیاستمدار یا روشنفکر جا زدن، اما همیشه تاکیدشان به این بودن که مردم بی سواد است، مردم نمیفهمه. ما میفهمیم که درد مردم چی است، ما میفهمیم که مشکل چی است. بنابراین آن چیزی که ما فکر میکنیم باید تطبیق شود بالای مردم و بدون از این که توجه کنن که انسانهای دیگه هم مثل از اونها انسان است، هیچ کمی و کوتاهی ندارن. درس خواندن نه درس خواندن ربط به حق و حقوق انسانی ندارن. بنابراین اگر ما این مسئله را متوجه شیم، دقیقاً میبینیم که عامل اصلی و اساسی ای بوده که در جامعه ما هنوز اصالت انسان ما نمیپذیریم، اصالت فرد نمیپذیریم و کسانی که توانایی های دارن و دانش دارن و میتونن از دیگرها استفاده کنن، در طول تاریخ دیگه سایر انسان ها را به عنوان وسیله استفاده کردن تا به قدرت برسن، تا به ثروت برسن. بنابراین بحث اساسی که باید برگردیم و او را در جامعه نهادینه بسازیم تا از این مشکلات بیرون شویم، او هست که ما باید بینش خود تغییر بدیم، نگرش خود در مورد انسانهای جامعه تغییر بدیم و او هی هست که ما اصالت فرد بپذیریم، اصالت انسان در جامعه نهادینه بسازیم و به این دیدگاه برسیم که هر انسان برای خود هدف است و افراد جامعه اجزای اساسی یک جامعه هستند. یک جامعه از افراد ساخته شده، بنابراین به هر اندازه که
توانمندی های افراد یک جامعه بره بالا، تا افراد جامعه رشد کنه، زمینه از این مساعد شود که افراد جامعه از توانمندی های خود استفاده کنه، به همو اندازه جامعه به طرف پیشرفت میره، به طرف تکامل میره. و پیشرفت و تکامل بدون داشتن یک دیدگاهی که در او اصالت انسان به اصطلاح به رسمیت شناخته نشه یا به او باورمند نباشه، نمیتونه جامعه را به طرف ثبات ببره. بنابراین آن چیزی که امروز ما هم به اصطلاح در جامعه ما میبینیم که روان است، یک گروه به نام طالبان کاری را میکنن که در سالهای دیگه سایر گروه ها کردن. اونها اهداف اساسیشان این نیست که بخواین در خدمت مردم باشن، کاری را کنن که به اصطلاح به خاطر رفاه مردم، بلکه اصالت فکری از اونها هی است که تطبیق به اصطلاح امارت اسلامی. بنابراین امارت اسلامی بر از اونها اصل است، نه ای که انسان بر از اونها اصل باشه که تمام افکار و اندیشه های خود در این مسیر سمت سو بدن که در خدمت مردم باشه، رفاه را در جامعه بر، بلکه به خاطر افکار خود و او افکارشان ما میفهمیم که ناقص هست، برداشتشان برداشت کامل نیست، به خاطر از که هیچ انسان این توانمندی را نداره که آن چیزی که درک میکنه از روابط انسانی، آن چیزی که درک میکنه از خواسته های جامعه، آن چیزی که درک میکنه از تکامل مسیر جامعه کامل باشه. بنابراین ما هیچگاه نمیتوانیم با دیدگاه ناقصی را که داریم از زور، از خشونت استفاده کنیم تا افکار خود در جامعه تطبیق کنیم. بنابراین یگانه راهی که میتونه ما را در مسیر خوب به اصطلاح کمک کنه اوهی هست که ما اصالت فرد در جامعه بپذیریم، اصالت انسان بپذیریم، میکانیزم های را باید جستجو کنیم که در اونجا حق و حقوق افراد جامعه به رسمیت شناخته شود، احترام گذاشته شود و او هست که جامعه به طرف یک ثبات دائمی میره، به طرف عدالت میره، به طرف امنیت میره. و من فکر میکنم که این 5 اصل که عبارت از عدالت است، عبارت از آزادی است، عبارت از امنیت است، عبارت از رفاه است، خواست همه افراد جامعه هست. بنابراین ما سعی تلاش ما این باشه که بر مبنای اصالت انسان در جامعه زمینه را مساعد برسیم تا این 5 اصل در جامعه مهیا بسازیم و یک جامعه انسانی داشته باشیم که در اونجا همه انسان ها در کنار هم به طرف شکوفایی و در نهایتش به طرف خود شکوفایی برن. تشکر.